سلام رفقا، علی بیک هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو قرار بریم و 3 تا از بهترین ریسورس پک های FPS بوست برای بدوارز رو بهتون معرفی کنم. پس بزن بریم سراغ ویدیو. بله، برو بریم سراغ ویدیو. خب رفقا، خیلی خوش اومدید به مچ اول و ریسورس پک FPS بوست اولمون. اسم ریسورس پک هستش فکر کنم رنکت فیز، اگه درست گفته باشم. این ریسورس پک کلا اکثرانتون میشناسینش، ولی خیلیاتون دنبال این پک بودین. این پک آقای ویش زیاد یوز میده و سرمون خیلی ترند و محبوبه، مثلا کامیونیتی ما. آره، و واقعا هم FPS بوسته به خاطر اسکایش خیلی تمیز و باحاله. و مای داداش، خب اوکی، داداشمون رو زدیم. داداشمون بازیش انگار خوب به نظر میاد، ولی نمیدونه با آما علی طرفه. آقا راستی چند تلگرام زدیم، احتمالا پکا رو همونجا بذارم. برو پایین، اشتباه کرد. نه داداش دیگه نمیشه. ببین بعد اینکه زدی انتظار اسس نداشته باش لطفاً. اومده فایت داده. چقدر من آدم مهربونیم، واقعا من چقدر مهربونم. ببخشید، حلالم. برو بریم. وایت بت داره نداره، آکو نداره. این مشهدی بودا، نداره. وایت بت نداره، کم داره میاد سندم. هی افتادی که ای بابا رکب. خب به نظرم دایمندا رو برداریم بک بدیم. نه برگردیم اینو پرات هم بخرم، خیلی خوب میشه. خب این هم از پرات. خب او داداشم رسید. من که میدونم فایر بال داره طرف، ولی نمیتونم ثابت کنم. خب تو هم برو بسوس لالا. الان فقط رد مونده. وات، کارم یکم سخت شد میدونی. رد بازیش معلومه خوبه. وی 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 وی. بنده خدا الان پوشم میده، میگه فایر نو فایر. خب داداشمونم قشنگ معلومه استک ها. چه هیتایی میدم به دوستا. به به 4 تا دایمندم با خودش آورد. دمت گرم خدایی. بگو الان کجایی؟ دیسکانکت داد. خب رفقا، خیلی خوش اومدید به مچ دوم و ریسورس پک FPS بوست دوم. متاسفانه سولو رو بستن، نمیدونم دارن آپدیت میدن، نمیدونم چیکار دارن میکنن، ولی سولو بسته شد برا من و دابل استارت زدم. این داداشمونم که یار منه واقعا عالیه، پیرو دین خدا باش، وگرنه چه خدایا شکرت. داداشمون بی‌نظیره. داشتم میگفتم اصلا موند. اسم پک هستش واویکس 16X و یکی از FPS بوست ترین پک هایی که تا حالا دیدم و بسته دیگه داداش، بسته. اوه چی زدم. فرار یه فرار. نتونستم فرار کنم. اوه ای کاش میافتاد، خیلی خوب میشد. البته کلیت بگم این پک ها واقعا تمیزن، علاوه بر اینکه خیلی ساده و جمع و جور و شیکن، واقعا هم FPS بوست تمیزه. به به کلا این پک ها خیلی ترندن اگه نمیدونید. به به. خب بریم وایت هم بزنیم سری کاراشو اوکی کنیم. بایر نزد مرسی.
بازی کلا کندن بلاکش هم خیلی جالبه. ببین باحاله. آی 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 داش تو رو قرآن برو. نمیزنمش. زدمش که میخواستم بیارو بیاد بعد اسس بگیرم. نشد که بشه. این حرکت تو تیرکس نمیشه. برادر عالی هستی. حاجی یه دقیقه وایسا. یه واقعا یکم باید ترای کنم میدونی. تو رو قرآن نیا پشت سر من. وید کرد ببین سری کارشونو در میارم. تو رو قرآن سویساید نکن بابا. عجب آدمی است. دو تا کیل پشت سرم. نایس. گم شو. برو پایین. اوه اینا رو 3 تفنگ دار. زیاد مانیکسوید و افشارتیک و الیستوری افتادم نمیدونم چرا. چه بخش آقا من معمولا خفن ترین پکا رو میذارم برای آخر ویدیو. این یکی از پکاییه که دیگه واقعا برای اون دوستان که پیسیشون واقعا زغاله، یعنی میشه گفت رو زغال رو منقل داره آره مثلا بازی رو رندر میکنه، این دیگه برای اوناست. واقعا یکی از نظر من خفن ترین پکاییه که من تا حالا دیدم. 8x البته که واقعا چیز باحال و تمیزیه و حس و حال باحالی هم داره. این پک مخصوص اونایی که واقعا دیگه فیسشون خیلی کمه و آره دیگه. خیلی ها ازم میپرسن که علی تو که این همه ویدیوی ریسورس پک مثلا FPS بوست میذاری، خودت حاجی حالت 255 پلی میدی و لیمیت نمیذاری. رفقا ببینید ماینکرافت واقعا یه بدون بازی 60 FPS و نیاز زیادی به FPS نداره. خب و اگه بذارید لیمیتد بمونه، یعنی آخرین حالت رندرینگ دیگه بیاد بهترین حالت FPS بده بهتون، واقعیت عمر مفید پیسیتون رو کمتر میکنه. خب پس سر همون اگه تونستین ترجیحاً بذارید روی 255 که پیسیتون سریع حالا دوچار مشکل نشه و تو طولانی مدت راندمان میگن تو طولانی مدت کلا آره دیگه بیشتر بتونید استفاده کنید و دیرتر پیسیتون خراب شه. آف کنم. خب ببینیم چند تا میده. 1300 1400 تا میده. من حالت عادی وقتی شیدر اینا نمیزنم 1100 تا اینا میگیرم. الان میبینید انقدر این پک سبک و تمیزه که 1400 1500 تا رو راحت بهتون میده و آره دیگه کلیت پک باحالی. من دوباره برگردونم چون عادت کردم به این. وایسا روشن کنم. اوکی اوه داداشون سر خوب زدم. خب اوکی اینم این داداشمون کی مونده؟ یه دونه گیرین مونده. بریم گیرین هم بزنیم. چه؟ وات؟ دوستمون مرد. داشت میشه بیخیال من بشین؟ تو رو خدا. خب رفقا مرسی که تا این لحظه ویدیوی ما رو تماشا کردین. دمتون گرم. تا یه ویدیوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم
و خدا نگهدار.